یه چیز جالب بهتون بگم، یه چند تا درخت کاشتم. بعد اینجا یکی، این دوتا، بعد چند تا هم پیوند زدم. این یکی پیوند زدم، یکی دیگه کو؟ یکی دیگه هم اینجا، اینم پیوند زدم. سبزه دیگه، انشالله گرفته. بعد دیگه کمترین کاری که از دستمون برمیاد داریم استفاده میکنیم، از انرژیش استفاده میکنیم دیگه. کمترین کاری که از دستمون برمیاد اینه که اگر درخت بومی اون منطقه رو توانشو دارین و درخت بومی اون منطقه رو بکارین. اگه توانشو ندارین ریشه درختای خیس رو نزنین، درختای خیس اصلا کلا نزنین. اینا ببین نم خیسه، اینا رو نمیزنم که، میرم چوب خشک گیر میارم میزنم. بعد جای شما خالی. ببین درخت‌ها همه افتاده، همه پیر شده، قارچ گرفته همه دیگه. من گفتم دفعه پیش، گفتم آقا 10 سال پیش دیگه، 10 سال آینده دیگه جنگلی نخواهیم داشت. من اشتباه کردم آقا، 5 سالم نمیشه همه قارچ زده، همه اینا جنگل کلا قارچ زده.